یک ساعت پیش در یکی از محله‌های تهران یه تعداد از این اراذلی که اومده بودن شرخری میکردن، میرفتن خونه های مردم، میگفتن مثلا از این خونه تو یک سهم از یک دنگش رو ما خریدیم، میخوام بیام داخلش بشینیم. و بعد مردم ها تهدید میکردن نارنجک داخل خونت میزنیم، بعدم میگفتن ماشینمون بیم است، میزنیم بهت، میریم بیم پولشو بهت میدیم. بچهای ما وارد شدن یک ساعت پیش، با اینها درگیر شدن. خوشبختانه به حکم قانون 6 نفر از اینها رو با تیر زدن. در نزد مردم درگیر شدن، مردم هم دیدن، از قانون و از پلیس هم تشکر کردن. به احتمال قوی یه نفر از این 6 نفر هم احتمالاً به درک واصل میشه، یعنی وضعیتش وضعیتی. این پیامیه برای اراذل. اگر میخواید ما را امتحان بکنید هیچ مانعی نداره، این 6 نفر رو بهشون مراجعه کنید، ببینید اگر خاطره خوشی هست حتما ما در خدمتشون هستیم.